نه تنها حکومت فعلی افغانستان که باور مردم افغانستان و تجربه شانی است که همیشه بین افغانستان و پاکستان شروع کننده تنش و ایجاد کننده تنش پاکستان بوده. به ویژه همین جنگ اخیر که برای اولین بار پاکستان به پایتخت افغانستان حمله کرد، حریم هوایی افغانستان را نقض کرد و خب یک سری حمایت هایی که پاکستان متهم میشه از گروه های حراس افکن کرده و امارت اسلامی هم ازش درخواست کرده که باید مثلا رهبران گروه داعش شاخه خراسان را تسلیم بوده. از این دست مسائل هم وجود داشته و در هر باری که حالا آتش بسی که به میانجیگری عربستان و قطر دور اول برقرار شد بین دو طرف هم دوباره توسط پاکستان شکسته شد، چون یک سری حملات را انجام داد. همین دیروز رژیم پاکستان طی حملاتی به ارگون و برمل پکتیکا حالا تعداد زیاد افراد ملکی شامل ورزشکاران و اینها را حالا قربانی گرفت که ما شاهد واکنش‌های بسیار گسترده داخلی و بین المللی بودیم. از جمله ای که همین امروز شورای بین المللی کرکت ابراز نگرانی کرد از وضعیت ورزشکاران کرکت افغانستان و ابراز تأسف کرد و محکوم کرد حملات پاکستان بر ورزشکاران را که پاکستان گفت که خب این بیانیه یک جانبه و جانبدارانه بوده. به هر حال شروع کننده آنچه بر مبنای اتفاقات بشه حرف زد پاکستان بوده.